کی قراره با قیافه خوشگل پشمالوش خدافزی کنه؟ داستان از آخرین باری که کامو رو بردیم آرایشگاه شروع شد. از اونجایی که 9 سالشه و دیسک کمر داره به شدت خسته شد و کمرش درد گرفت. من همیشه با خودم میگفتم آقا جان کاش که میشد بیان تو خونه کارشو انجام بدن. کامو واقعا دیگه حال و حوصله تو صف موندن و رفت و آمد و 1.5 ساعت ایستادن روی مت آرایشگاه رو نداره. خیلی هم آروم و مهربونه ولی رو دستش خیلی حساسه، وگرنه از اول تا آخرش خیلی پسر خوبی بود. خلاصه من با سنجاق آشنا شدم که علاوه بر صدها خدمات مختلفی که دارن، از اتوبار گرفته تا نظافت خونه، تمام خدمات مربوط به حیوانات هم پوشش میدن، از دامپزشکی و میکروچیپ و واکسن گرفته تا گرومینگ. این شد که سفارشمو ثبت کردم، نمونه کارا و امتیاز و کامنت های متخصصا رو چک کردم و بعد از ثبت سفارش در زودترین حالت ممکن اومدن تمام کارهای کامو رو انجام دادن بدون اینکه بهش استرسی وارد بشه، تو فضای خودمون، تو تایم خیلی کم که بچه اذیت نشه و مثل ماه شد.